امروز امکان داریم باز به گوشه تاریخی کشورمان سفر کنیم. این هم باشد پنجکندی قدیمه است. پنجکند قدیمه در 1.5 کیلومتری جنوب و شرقتر شهر حاضر پنجکند واقع است. آن یکی از محلهای اهالینشین سعودی باستان بود. دور به پنجکند قدیم در اثر 7-8 تبری معلومات داده آن را مکان باشگاه حاکم سوق وشتیچ ذکر می‌کند. دور به این مکان حجره‌های از کوه موغ دریافت شده معلومات زیادی می‌دهند. سال 1947 هیئت اکسپدیسیون ارکئولوژی تاجیکستان با رهبری یاکوبوفسکی دیمنه پنجکند قدیمه را کشف نمود و از همان وقت حفریات آن دوام دارد. حفریات باستانشناسی نشان داد که پنجکند قدیم از قسم‌های زیرین عبارت بوده است: شهرستان، کوهندیز، دهه نزد شهر و قبرستان. مساحت شهرستان قریب 14 گکتار بوده امروز چون تپه‌زار است. بیشتر از قسم تحقیق شده الحال گذرهای کلان، بیناها و قسم زیاد چهارسوی شهر گشوده شده‌اند. هر یک بنا از 10 تا 100 و از این هم زیاد خانه دارد. بناهای دو سه آشانه دچار می‌شوند که بلندی آنها تا 8-9 متر می‌رسیده است. کوهندیز سر تپه در بلندی جای گرفته از چندین بنا و انشاءات مدافعی عبارت است. در موضع قبرستان که تقریباً نیم کیلومتر دورتر از دیوار جنوبی شهرستان واقع است، قریب 70 تپه باقی مانده است. حالا پنجکند قدیم یگانه یادگاری باستانشناسی است که از روی آن ساخت، مخصوصاً توپوگرافیا، حیات اقتصادی، اجتماعی و مدنی اهالی شهرهای ابتدایی عصر میانه را آموختن ممکن است. بازیافته ارکئولوژی پنجکند قدیم نشان می‌دهند که در صنعت تصویری سعودیان هیکل‌تراشی مقامی مهمی داشته است. در این مکان آثار فراوان و عجیبی صنعت نقاشی نیز یافت شده است. یک قسم آنها هم در شکل اصلی و هم در شکل نسخه در آثارخانه نزد پنجکند قدیم واقع خوانند. منظرهای تصویر شده راجع به حیات ایوان اشراف، قشون، لباس حربی، ساز و یراق سوغدیان، جوشن آستین، اینچنین آید به استفاده آنها معلومات می‌دهد. باید گفت که پنجکند قدیم امروزها به یکی از یادگاری‌های مشهور ارکئولوژی تاجیکستان مبدل گردیده است. این است که در این مکان هنوز هم حفریات باستانشناسی ادامه دارد. در قطار دیگر موضوع سیاحی و یادگاری‌های تاریخی پنجکند قدیم نیز مکانی است که توجه سیاحان و مقامات عالم را به خود جلب کرده است.